فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اولین سوال بیننده در مورد این است که اگر انسان با پول حرام تحصیل کرده باشد و در آینده در جای مشغول به کار شود، حال حقوقی که به دست می آورد آیا حلال است یا حرام؟ سوالی که برادر پرسنده عزیز کردن راجع به که با پول نادرست و حرام تحصیل کردن و در اثر سندی که از او به دست آوردن مشغول به کار شدن. یعنی اینجا موضوع مهمی که هست، اصلا در اینجا باید علاج حرامی که در جریان تحصیل بوده، یعنی پول اگر مدرک حرامی که داشته، باید یعنی به عنوان تحلل و رهایی از حرام به جهت مربوطهش پرداخته شود. یعنی مهم در اینجا این نکته هست که وقتی که دست میابه امکانات تلاش بکنه تا به یکی مال اگر حق مردم بوده باید به صاحبی او پرداخته شود و اگر مورد نامشروع بوده باشه به اندازی او کوشش بکنه که صدقه بکنه در راه الله تبارک و تعالی. اما در مجموع وظیفه داری و مشغولیت کاری او مشکلی اساسی وجود ندارد، چون این مرحله دیگری از زندگی هست و الله تبارک و تعالی در این مرحله اونها را موفق بداره و تا که در خدمت مردم و جامعه و در خدمت امت اسلامی قرار بگیرند. پس مهم در اینجا است که اگر مال حرامی که در جریان تحصیل مصرف شده مدرک نامشروع داشته که از حق مردم بوده باشه، باید او را با صاحب اصلی پرداخت بکنه، یا که ورثه او هست یا هر راهی که برای واپس پرداختی او بوده باشد او را در پیش بگیرد. اگر مورد نامشروع دیگری بوده باشد از قبیل تجارت مواد مخدر هست یا دیگر چیزهایی که در شریعت اسلام ناروا هست یا پول قمار بوده و غیره، میتونه به اندازی او در راه الله تبارک و تعالی صدقه بکنه و از این به بعد توبه بکنه تا یکی دیگر دست به کار نامشروع نشود. ما در جریان وظیفه داری از او ان شاء الله الرحمن مشکلی نخواهد داشت.